I was given a glass of Kool-Aid, and so were the other children. This Kool-Aid was spiked with LSD. تصور کنید بدون اینکه خودتون خبر داشته باشین داخل نوشیدنیتون یه ماده‌ای بریزن. نه برای درمان، نه برای آزمایش پزشکی، بلکه فقط ببینن اون ماده چه بلایی سر ذهنتون میاره. عجیبتر این که این یک فیلم علمی تخیلی نیست. این اتفاق واقعا افتاده و سالها بعد اسناد محرمانه CIA اون رو تایید کردن. اسم این پروژه MK اولترا بود. برای اینکه بفهمیم چرا اصلاً چنین پروژه‌ای به وجود اومده، باید به 70 سال قبل به دهه 50 میلادی برگردیم. سال 1945 جنگ جهانی دوم بالاخره تموم شده بود. بعد از میلیون‌ها کشته، مردم فکر می‌کردن بالاخره آرامش از راه رسیده. اما اینطور نبود. قدرت‌های پیروز جنگ روبروی هم قرار گرفتند. در رأس بلوک غرب آمریکا و در رأس بلوک شرق اتحاد جماهیر شوروی. آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی هیچ وقت به صورت مستقیم با هم نجنگیدند، اما در هر زمینه‌ای با هم رقابت داشتند. از ساخت اولین بمب هسته‌ای تا فرستادن انسان‌ها به فضا و یا حتی آزمایش‌هایی برای کنترل ذهن. سال 1950 جنگ کره شروع شد. در طول این جنگ صدها هزار سرباز آمریکایی اسیر شدند. بعد از پایان جنگ یه اتفاق عجیبی افتاد. وقتی می‌خواستن اسرای آمریکایی رو به آمریکا تحویل بدن، خیلی از اونها اصلا نمی‌خواستن به آمریکا برگردن. یا وقتی باهاشون مصاحبه‌ای انجام می‌شد، اونها درباره سیاست‌های کثیف آمریکا صحبت می‌کردن، در صورتی که خودشون آمریکایی. این اتفاق یه زنگ خطر رو برای دولت آمریکا به صدا درآورد. آمریکا باور داشت شوروی و چین روش‌هایی برای شکستن مقاومت انسان و شستشوی مغزی اسیران جنگی پیدا کردند. اگه این موضوع حقیقت داشت، فقط یه سوال باقی میمون. آیا ذهن انسان میتونه به یه سلاح تبدیل بشه؟ و CIA تصمیم گرفت خودش جواب این سوال رو پیدا کنه. Prisoners in federal institutions and even people in the public were given drugs without their awareness or consent and experimented upon. پروژه MK اولترا با همین هدف شروع شد. اونها میخواستن بدونن آیا میتونن روی حافظه، تصمیم گیری، اعتراف گرفتن یا حتی رفتار یه انسان تأثیر بذارن؟ برای رسیدن به جواب 10 آزمایش مختلف طراحی شد. یکی از معروف ترین پروژه ها استفاده از LSD بود. ماده‌ای که توی اون زمان هنوز اثراتش به درستی شناخته نشده بود. اگر بخوام این توضیح کوتاه درباره ماده LSD بدم، ماده LSD یا همون اسید لاسرژیک دیتیل آمید یه ماده روانگردان بود که سال 1938 توسط یه شیمیدان به نام آلبرت هافمن ساخته شد. این ماده میتونه مقاومت ذهنی افراد رو از بین ببره و یا اونها رو به گفتن حقیقت وادار کنه. اما LSD تنها آزمایش این پروژه نبود. توی بخش‌های دیگه از هیپنوتیزم استفاده شد. افراد برای ساعت‌های طولانی توی محرومیت حسی قرار می‌گرفتن و بعضی آزمایش‌ها روی بیماران بیمارستان‌های روانپزشکی یا به قولی بیمارهای تیمارستان انجام می‌شد. حتی یه سری پروژه‌ها وجود داشت که با بودجه مخفی CIA اجرا می‌شد، بدون اینکه شرکت کننده های آزمایش اصلاً بدونن هدف آزمایش چیه. این آزمایش ها فقط برای پاسخ دادن به یه سوال انجام می شد. آیا ذهن انسان قابل کنترله؟ اما شاید عجیب ترین بخش MK اولترا این بود که آزمایش ها اصلا داخل یک آزمایشگاه اتفاق نمی افتادن و خیلی از افراد اصلا نمی دونستن که دارن آزمایش میشن.
CIA چند تا آپارتمان مخفی اجاره کرده بود که ظاهرشون کاملا عادی بودن. اما پشت دیوارهاشون یکی از عجیبترین آزمایش‌های این پروژه در جریان بود. مأمورهای زنی که برای CIA کار می‌کردن مردها رو به این خونه می‌آوردن. داخل نوشیدنی اون مردها بدون اینکه خودشون بدونن LSD می‌ریختن. بعد مأموران CIA از پشت آینه‌های یه طرفه ساعت‌ها رفتار اون مردها رو تماشا می‌کردن، یادداشت برمی‌داشتن و بررسی می‌کردن تا بفهمن ذهن یک انسان زیر تأثیر این ماده چگونه عمل می‌کنه. Dr. Cameron. He was a 27-year-old healthy skier, canoeer, very athletic, and he had asthma. They told him if he went to the Allen Memorial, they could cure his asthma. So was put in an insulin coma for 36 days with a recording beside him saying that your mother hates you over and over and over and over and over. That was beside my bed constantly, repeated 250,000 and 500,000 times. The strength of a normal shock treatment. So it's really designed to wipe out the memory. He received 7 days of this. They said that they were discouraged because he still had ties to his former life, in that he was asking to see his wife. They decided to give him more Paige Russell shock treatments and put him to sleep for another 30 days. Never came out the same. He had a blank look in his eye. He didn't know. شاید بعد دیدن این ویدیوها این سوال به ذهنتون بیاد. آیا CIA واقعا موفق شد ذهن انسان رو کنترل کنه؟ توی یک پاسخ کوتاه نه. هیچ مدرک معتبری وجود نداره که نشون بده پروژه MK اولترا به هدفش رسیده. چیزی که اسناد رسمی ثابت میکنن اینه که این پروژه واقعا وجود داشت. صدها هزار دلار بودجه صرفش شد، ده‌ها زیر پروژه اجرا شد و بعضی از افراد حتی نمیدونستن که دارن آزمایش میشن. برای رسیدن به این هدف مرزهای اخلاق کنار گذاشته شد. سال 1973 بخش بزرگی از اسناد پروژه نابود شد. اما یه سری اسناد باقی موندن تا دنیا بفهمه MK اولترا یه افسانه نبود. شاید هیچ وقت ندونیم تموم اون سالها دقیقاً چه اتفاقی افتاد یا چند نفر واقعاً قربانی این پروژه شدن. اما یه سوال هنوز باقی مونده. اگر امروز یه پروژه شبیه MK اولترا آغاز بشه، ما اصلاً متوجهش میشیم؟ فکر نمی کنم. به هر حال دولت‌ها همیشه از این مخفی کاری‌ها دارن. خیلی ممنونم که تا پایان این ویدیو همراه من بودید. من یک عذرخواهی بهتون بدهکارم بابت اینکه صدای من یک مقداری گرفته بود، اما دوست داشتم که این ویدیو رو بذارم و امیدوارم که از دیدنش لذت برده باشین. پس لایک و کامنت یادتون نره.